جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. درس 24 دیدار خداوند حق است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه را دوام دهیم. والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنين وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند خداوند متعال در آخرت دیده می شود و مؤمنان پروردگارشان را در بهشت بدون تشبیه و کیفیت خواهند دید و هیچ فاصله بین او و بندگان مؤمن نخواهد بود. خداوند تبارک و تعالی در آخرت دیده می شود. در این مسئله اهل سنت و الجماعت اتفاقند، زیرا این مسئله در قرآن مجید و حدیث های نبوی وارد شده و ثابت گردیده است. اگر مؤمنان الله تعالی را نمی دیدند، پس در قرآن مجید بندگان رد شده را سرزنش و هشدار داده نمی شد که فردا چون الله تعالی جمال جهان آرایی خود را نشان دهد، پیش آنها را پرده حجاب می گردد و آنها روی خالق خود را نمی بینند. مؤمنان به دیدار خالق خود مشرف می گردند، به تشبیه و مانند و به کیفیت و به کمیت، یعنی هیئت و منزلتش را گفته نمی توانیم. ما فقط گفته می توانیم که خدای خود را در جنت به چشم سر می بینیم و این چنین نیست میان الله تعالی و خلقش مسافه دور و نزدیک و نه به هم چسبیده و نه از هم جدا. آنچه را که عقل تقاضا دارد در این باب این را صرف نظر می کنیم و آنچه را که نقل یعنی قرآن و سنت ثابت می کند ما همان را ثابت می دانیم و ایمان می آریم. این هم از جمله متشابهات است از روی جهت، مقدار و چگونگی. نگرید به سوره یونس آیت 26. در صحیح مسلم حدیث روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند هر وقتا که داخل شوند اهل جنت را، الله تبارک و تعالی می گوید اراده دارید چیزی را که من او را برایتان زیاده سازم؟ پس می گویند اهل جنت آیا سفید نکردی رویهای سیاه ما را با نجات دادن ما از نار به داخل جنت گردانیدن؟ رسول الله ادامه می دهند پس می بردارد پرده را از روی اهل جنت و نظر می کنند به سوی الله سبحانه و تعالی و می بینند و می فهمند که هیچ چیز خوبتر از نظر به سوی جمال پروردگار در جنت نبوده است، به تشبیه و به کیفیت و به جهت. والله اعلم. شخصانی هستند که می گویند خداوند را در خوابمان دیده ایم و دیگر و دیگر. در کتاب معتبر قاضی خان در این باب آمده است که سخن در این موضوع نباید باشد، زیرا در این مسئله سخن کردن به خرافات میبرد. برادر و خواهر ایمانیم، خلاصه درس این است که حسن و جمال پروردگار را در جنت خواهیم دید. همه علمای اهل سنت و الجماعت بر این اعتقادند و خداوند داناتر است در این مسئله. دعا بکنیم که همه ما وارد جنت بگردیم و حسن و جمال پروردگار خود را در آنجا ببینیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.